وقتی اسم کفش ایرانی میاد، احتمالاً اولین چیزی که به ذهنت میرسه یه جنس بی‌کیفیته که ته انبار یا یه پاساژ خاک میخوره. اما یه برند هست که این تصویر رو شکست. نه با تبلیغ، نه با اسمای دهن پر کن، با دوختن یک کفش ساده. ولی درست. اسمش بلا بود. حالا شاید فکر کنی اینم یکی از همون برندهای داخلیه که اومد و رفت. ولی پشت این کفش یه قصه است. قصه مردانی که برخلاف جریان اصلی تصمیم گرفتن وایستن. در مقابل برندهای بزرگ داخلی، در مقابل برندهای معروف خارجی، وقتی همه گفتن نمیشه، اونا گفتن میسازیم. امروز میخوایم بریم سراغ قصه امید حضورها. مردمانی که یه روز کفش تولید کردن و چند سال بعد اسمش تبدیل شد به یکی از نمادهای موندگار صنعت کفش ایران. چجوری شد که یک کارگاه کوچیک تبدیل شد به یه برند معتبر؟ چجوری کسانی بودن که تو دل بحران اقتصادی تونستن برندشون رو حفظ کنن؟ و اصلا چرا اسمش شد بلا؟ سلام، اینجا میراث زمانه و ما امروز میهمان زندگی پرفراز و نشیب اما پر از افتخار برادران امید حضور هستیم. مؤسسین کفش بلا. حسن در حالی که داشت توی کوچه پس کوچه های کاشان قدم میزد، سخت مشغول فکر کردن بود. به گذشته که پشت سر گذاشته بود فکر میکرد. 2 ساله بود که پدرش رو از دست داده بود و الان 10 سال از اون موقع ها میگذشت. مادرش با هر چنگ و دندونی بود، اونو 2 خواهر و برادرش رو بزرگ کرده بود. اما اینجا سرزمین فقر و ترس بود. نه امنیت بود، نه امیدی برای زندگی بهتر. باید مادر رو راضی میکرد. راضی میگه که به تهران برن. اونجا میتونه زندگی بهتری براشون بسازه. بله، اینا فکرایی بود که در سر حسن 12 ساله میگذشت. عزمش رو جذب کرد. پیش مادر اومد و همه چیزو گفت. انتخاب برای مادر دوراهی سختی بود؟ نه واقعا. برای افرادی که هیچ چیز ندارن، دلبستگی ندارن، این شهر و اون شهر فرقی نداره. خلاصه وضع از اینی که بود بدتر نمیشد. تازه شاید هم بهتر میشد. بالاخره پایتخت بود. اونجا برای کسی که کارکن بود، حتما کار بود. بارو بندی رو جمع کردن و حدود سال 1290 بود که حسن و خانواده‌اش راهی تهران شدن. وقتی اونجا رسیدن به شلوغی پایتخت، وقتی چشم حسن به بازار و شلوغیش خورد، با خودش عهد بست سهمش رو از این گذر بگیره. ولی باید از کجا شروع می‌کرد؟ پولی داشت؟ نه. تخصص؟ نه. درس خونده بود؟ نه. یه پسر 12 ساله چیکار میتونست بکنه؟ بله، دست فروشی. تنها شغلی بود که به ذهنش رسید. با مختصر پولی که داشت، اندک وسیله خرید و مشغول شد. مقدار درآمد به دست آورد. اونقدری بود که بتونه کرایه اتاق کوچیک که نزدیک بازار اجاره کرده بودن رو بده. اما حسن هوش خوبی در اقتصاد داشت. انتخابای درستی میکرد. میدونست در هر فصل چی بخره که خوب فروش بره. از طرفی مادر که روحیه قناعتش و مثل همه مردم دیارش از گذشتگانش به ارث برده بود، امورات خونه رو جوری مدیریت میکرد که هم کم کم زندگی داشت راحت‌تر میشد، هم حسن میتونست یه مقداری پس‌انداز داشته باشه. 10 سال بعد حسن تونست اولین مغازش رو بخره. مغازه بزرگی نبود. در واقع یک زیرپله بود. ولی همینم برای حسن موقعیت بزرگی محسوب میشد. در همسایگی مغازش جوان دیگری مشغول به کار بود به نام جلال سادات تهرانی. گویا سرنوشت برای این دو که بعدها به دوستای خوبی هم تبدیل شدن، راه عجیب و دشواری رو ترسیم کرده بود. اگه دوست دارید سرنوشت عجیب جلال سادات تهرانی رو مطالعه بشید، لینکش هم بالای صفحه میاد هم انتهای ویدیو. خلاصه مغازه کوچیک حسن امید حضور دایر شد و تونست کم کم اعتباری در بازار پیدا کنه و سرمایه‌اش رو بیشتر کنه. طوری که سال 1304 تونست مغازه‌ای در تیمچه حاجب الدوله خریداری کنه. تو این حجره خرده فروشی میکرد، وسایل خرازی، چتر، کفشای خارجی میفروخت. 1 سال بعد حسن تونست خونه‌ای در چهارراه مولوی نزدیک بازار بخره. و همین حجت رو برای مادرش تموم کرد که براش آستین بالا بزنه. و اینجوری بود که حسن در سال 1305 با ربابه دختر یکی از فامیلای دورش که کارگاه آجرپزی داشت ازدواج کرد. و 1 سال بعد امیر فرزند اولشون به دنیا آمد. حاصل این ازدواج 5 پسر به نامهای امیر، منصور، هاشم، محسن و اسماعیل بود و 1 دختر به نام منیر که در بچگی از دنیا رفت.
با به دنیا آمدن هر کدوم از بچه‌ها وضعیت مالی حسن بهترم میشد. جوری که تونست 13 سال بعد یک خونه بزرگ توی خیابان خراسان بخره. توی همون سال بود که بزرگترین پشتیبانش یعنی مادرش رو از دست داد. این ضایعه اینقدر برای سنگین بود که مدتی از کار فاصله گرفت. وقتی امیر 11 ساله بود، فهمید هیچ علاقه‌ای به تحصیل نداره. با وساطت ربابه، حسن راضی شد اون ترک تحصیل کنه و وارد بازار بشه. و در کوتاه مدت نشان داد که پسر خلف پدرشه. اوضاع داشت خیلی خوب پیش میرفت در حدی که دیگه حسن استطاعت مالی کافی پیدا کرده بود که به حج بره. پس در سال 1319 حجره رو به امیر سپرد و راهی شد. این سفر که 6 ماه طول کشید باعث شد حاج حسن بیمار بشه. وقتی برگشت متوجه شد دچار بیماری قلبی شده. او دیگه هرگز خوب نشد و در سال 1327 در حالی که 46 سال داشت یک شب که از حجره به خونه برمیگشت دیگه سرپا نشد. 8 ماه در خانه بستری بود. یک شب زمستونی بچه‌ها رو جمع کرد. از منصور خواست دستش رو رها کنه و به کمک برادرش امیر تو بازار بره. از اونا خواست که اونا در قم دفن کنن و تا زمانی که اسماعیل کوچکترین فرزندش که الان 2 ساله بود به سن قانونی نرسیده هیچ کدوم از اموالش رو نفروشن. سپس همه چیز رو به همسرش سپرد و دیگه صبح فردا رو ندید. ربابه که اون زمان تنها 32 سال داشت چنان قوی و درست خانواده رو در دست گرفت و مدیریت کرد که باعث شد این 5 برادر برای سالیان دراز کنار هم بدون مشکل و دعوا کار و زندگی کنن. در اون زمان امیر 20 سال داشت و منصور 12 سال. هیچ کدوم از بازاریا گمان نمی‌کردن این دو بتونن میراث حاج حسن رو نگه دارن. اما این دو جوان چنان سخت کوشی از خود نشان دادن و چنان هوشی در اقتصاد و بازار بروز دادن که به زودی مورد اعتماد تمام بازاریا قرار گرفتن. در حدی که یکی از سرمایه‌دارای بزرگ اون زمان آقای صادق‌زاده حریری اومد پیششون و پیشنهاد داد که پول از من، کار از شما، با هم شریک باشیم. این دو هم پذیرفتن و به چکسلواکی بورس کفش اون زمان رفتن و شروع به واردات کفش و توزیع اون کردن و درآمد بسیار خوبی هم کسب می‌کردن. چندی بعد با رونق پیدا کردن کفش‌های داخلی، توزیع برندهای کفش ملی، مهشید و عنایت رو نیز بر عهده گرفتن. هاشم و محسن 2 برادر بعدی برای تحصیل راهی انگلستان شدند. در اوایل سال 40 خانواده امیرحضور که تا الان فقط در کار پخش عمده کفش بودن تصمیم گرفتن کارشون رو توسعه بدن. این تصمیم پس از اینکه هاشم در انگلستان با رحیم ایروانی مؤسس کفش ملی دیدار داشت گرفتن. هاشم بعد از این دیدار نامه‌ای به امیر و منصور نوشت و برنامه‌های ایروانی رو توضیح داد و پیشنهاد داد اونا هم وارد کار تولید کفش بشن. زیرا دولت تحصیلات خیلی عالی داره به تولید کننده ها میده. به این ترتیب بود که اونا برند بلا رو از صاحب قبلیش که یک فرد خارجی بود خریداری کردند و منصور نیز شرکت و کارخانجات لاستیک و کفشسازی جمع رو ثبت کرد و شروع به تولید کفش کرد. حضور در بازاری که سالها بود دست رقیبای قوی مثل کفش ملی، 3 ستاره و مهشید بود کار بسیار سختی بود. ولی برادران امیرحضور هم قسم شدن که از پس این کار بر بیان. در سال 43 بود که هاشم هم به ایران برگشت و در وزارت اقتصاد و دارایی مشغول به کار شد. برادران امیرحضور کم کم به بازار راه پیدا کردند. برند بلا جای خودش رو بین مردم پیدا کرد. اونا با کف قیمت نگه داشتن محصولات و همچنین حفظ کیفیت تونستن خیلی زود توجه بازار رو جلب کنن. در سال 50 اسماعیل کوچکترین فرزند خانواده با گرفتن دکترای اقتصاد از کالیفرنیا به ایران بازگشت و با وجود اینکه کار دولتی داشت در پیشبرد اهداف کارخانه بسیار موثر عمل کرد و کار صنعتی و مجهز کردن کارخانجات رو به عهده گرفت و خیلی خوبم از پسش برآمد. اینجوری بود که در دهه 50 هر 5 برادر شبانه روز در حال تلاش برای پررنگ کردن برند خودشون بودن. در حدی که گاهن نهار رو سر و پا و بدون اینکه بشینن می‌خوردن. و البته که نباید از نقش مادر خانواده در این متحد نگه داشتن برادرها غافل شد. با مدیریت صحیح و گاهن پیشنهادهای راهگشا چون نوری برای پسراش روشنایی ایجاد می‌کرد. بلا کم کم به یک مجموعه صنعتی با کارخانجات متفاوت تبدیل شد و برای بخش توزیع خودش هم یک سیستم بروز و تدارک دید. به گونه‌ای که 3 سطح فروشگاه‌های شرکتی که مال خود برند بودند، فروشگاه‌های درصدی که صاحب فروشگاه فرد دیگه‌ای بود اما کارکنان و محصولات برای بلا بودند و فروشگاه‌های حق العمل کاری که فروشگاه محصولات خودش رو داشت و در کنارش محصولات بلا رو نیز می‌فروخت، شکل گرفتند که بهترین حالت توزیع در کشور بود.
کم کم بلا محصولاتش رو به اروپای شرقی، شوروی، افغانستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس صادر کرد. گروه بلا بیش از 2500 تا پرسنل داشت. امیر و منصور بسیار با زیردستاشون با عدالت رفتار می‌کردند. کسی که بیشتر تلاش می‌کرد، پاداش می‌گرفت. اگر کسی به وام احتیاج داشت، به او پرداخت می‌شد. گاهن باز پرداخت وام هم بهش می‌بخشیدند. بن مواد غذایی در فصول مختلف به کارکنان پرداخت می‌شد. در مواقع بیماری، ازدواج، خرید خونه، پرسنل مطمئن بودند که اگر نیاز به کمک داشته باشند، امیدحضورها کوتاهی نخواهند کرد و جزو اولین مدیرانی بودند که کارکنانشون را بیمه کردند. اما بلا دچار یک اشتباه شد. استفاده زیاد از تحصیلات بانکی پای بانک‌ها را به عنوان سهامدار به مجموعه باز کرد و این باعث شد کم کم مجموعه قادر به پرداخت معوقات خودش نباشه و مجبور بشه چند تا از کارخونه‌ها رو تعطیل کنه. با این حال برادران امین‌حضور فرصتی پیدا نکردند که فکری به حال اوضاع کنند. بعد از انقلاب و در جریان مصادره اموال، برند بلا و جم نیز مصادره شده و از ورود برادران امین‌حضور به کارخانه جلوگیری شد. نام شرکت به فخرالاسلام تغییر پیدا کرد و شیرهای دوقلو که نام برند را نگه داشته بودند از بین رفتند. در نهایت با روی کار آمدن مدیران دولتی نالایق و بی‌تجربه، برند بلا نیز به سرنوشت تمام برندهای معروف قبل انقلاب که مصادره شدند دچار شد. تا سال 70 بیشتر نتونست دوام بیاره. اما سرنوشت برادران امین‌حضور چی شد؟ امیر با خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرد و در زمینه فرش و صنایع آب به تجارت پرداخت. او در مهر ماه سال 79 در 72 سالگی در آمریکا درگذشت. منصور در ایران موند و تمام تلاشش رو کرد که اموالش رو پس بگیره. اما در اوج ناکامی در سال 61 در حالی که ممنوع المعامله هم بود در 46 سالگی سکته کرد و چشم از جهان فرو بست. محسن نیز در ایران موند و در سال 84 درگذشت. هاشم نیز با خانواده از ایران رفت و هم‌اکنون با دخترانش در جنوب فرانسه در تجارت کفش فعالیت داره. اسماعیل امین‌حضور نیز به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت تجاری پرداخت. او اولین تاجری بود که نینتندو را وارد بازار آمریکا کرد. او در تولید و تجارت تجهیزات الکترونیک موفقیت‌های زیادی کسب کرده. با آرزوی آرامش ابدی برای اعضای درگذشته خاندان امین‌حضور و موفقیت روزافزون برای بازماندگانشون. ممنون که تا اینجا با ما همراهی کردید. اگر به این سبک از موضوعات علاقه دارید میتونید ویدیوهایی که براتون پیشنهاد شده رو ببینید.